با سلام خدمت آقای انصاری گل. من بنیامین هستم از ایران. دیشب برنامه‌تون رو نگاه می‌کردم که یکی از کتاب‌های شیعه رو نشون دادید. کتاب مجلسی بود، داخلش البته حضرت میخوام نوشته بود که اهل سنت یا همون ناصبی‌ها به اصطلاح البته حضرت میخوام حرامزاده هستند و این صحبت ها رو میخواستم بگم. اصلا شیعیان و مردم داخل ایران این نظری ندارن. اصلا این چیزی واقعا مسخره است. ما حتی به یهودی ها میگیم نعوذ الله حرامزاده. و این کتاب مزخرف که داخلش این مطالب نوشته واقعا اینا باید آتیش بزنه آدم. من خودم شیعه‌ام ولی بسیار بسیار شما رو دوست دارم، اهل سنت رو دوست دارم و میدونم که حرفای شما خیلی برحق‌تر از ایناست و میخواستم فقط بهتون بگم که من به عنوان یک شیعه و شیعه زاده اصلا همچین عقیده ای رو قبول ندارم و کسی که همچین حرفی بزنه واقعا دهانش باید پر از خاک کرد. در کل میخواستم بگم که این عقیده آدم های شیعه که حالا به هر دلیل شیعه هستن نیست و این حرف یه مش آدم مزخرف و کافر هستن. این در این چیز خیلی زشتی. در حال آقای انصاری رو خیلی دوست دارم و دستش رو میبوسم، واقعا دوستشون دارم از ته دل. خسته نباشین و در راهتون موفق باشین. سلام علیکم و رحمت الله. من عبدالله پروانی هستم، از کابل مزاحم شما شدم. امیدوار هستم که همه جور و صحت سرحال باشین و نهایت تشکر خدا از همه این شبکه جهانی وصال حق، نه بلکه شبکه تلویزیونی بلکه به مثابه بالاتر از مرکز جامعه الازهر اینا روشنگری میکنن و خیلی ممنون، متشکر از اینا. با خصوص یه موضوع رو خواستم که خدمت برادر نهایت بزرگوار محمد انصاری و این عمر ثالث برسانم که یک موضوع را امی سوره اخلاص این استاد بزرگوار باید این ترجمه و تفسیر بکنه. این سوره اخلاص در شان عظمت الله سبحانه و تعالی است. بعدش که این آقایون این مجتهدین روافض که اینا میگن که نعوذ بالله که نهج البلاغه را برادر قرآن که اینا خطاب میکنن، این که الله سبحانه تعالی که پدر مادری نعوذ بالله نداشته، برادری نداشته، خواهری نداشته، تنها بوده، از کسی زاده نشده و کسی از او زاده نشده و الله سبحانه تعالی شریک و همتا نداره. پس که نداره نهج البلاغه که این برادر قرآن شده نمیتونه. خواستم که این موضوع رو تصحیح بکنم که از این شبکه‌های توحیدی این کلمه رو باید حذف بکنن که این یک مسئولیت بزرگ شرعی است. خیلی ممنون، متشکر. خداحافظ شما. Mm-hmm.